أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های خندان رو، خوبت؟ سلامتت؟ سلامتیتون خوب است؟ انشاءالله که مثل همیشه خوب و سلامت باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شهنازه هستم در برنامه خودتان، غنچه های قرآنی. شیر نکن. امروز به خواست خداوند سوره نو را یاد میگیریم و میخوانیم. سوره امروزه ما فجر می باشد. والفجر. سوره فجر 89مین سوره قرآن بوده، در مکه نازل شده است و 30 آیت دارد. ولی امروز ما 10 آیتش را میخوانیم. بله بچه های عزیز، خداوند در آیت اولی این سوره قسم یاد میکند به شبهایی که میگذرد و به قوم عاد که حضرت هود پیغمبرشان بود. خداوند در قرآن او را فرد تلاشگر در دعوت به حق و مبارزه علیه بت پرستان معرفی میکند. قوم او یعنی مردمان زمان او به نام عاد معروف بودند. و بعد از این قوم ثمود و فرعون را اشاره می‌کند که به چه عذابی گرفتار شدند. با کارهای ناشایسته و بدی که انجام دادند عاقبت به خیر نشدند. چرا؟ چون حرفای پیغمبرشان را گوش ندادند و پیغمبر زمانشان را اذیت می‌کردند. حالا که فهمیدیم که این 10 آیت به ما چی میگوید، بیایید به آیه های زیبای این سوره گوش فرا دهیم. قرآنی قرآنی ربیع قلبی قرآنی 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 نور صدری قرآنی 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 جلاء حزنی قرآنی قرآني قرآني ذهاب همي قرآني قرآني قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. آيات منزلة
منهجي هو في الحياة قرآني، منهجي هو في الحياة قرآني. في الأرض وفي السماء قابس بالنور أضاء، في الأرض وفي السماء قابس بالنور أضاء. رحمة وشفاء قرآني، رحمة وشفاء قرآني. قرآني قرآني ربيع قلبي قرآني، قرآني قرآني نور صدري قرآني، قرآني قرآني جلاء حزني قرآني، قرآني قرآني ذهاب همي قرآني، قرآني قرآنی. بچه‌های عزیز، پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که سوره فجر را زیاد بخواند در روز قیامت رویش پرنور می‌شود و می‌درخشد. بچه‌های عزیز، 20 آیت دیگری سوره فجر را در برنامه‌های بعدی با هم می‌خوانیم و یاد می‌گیریم. تا برنامه بعد و ادامه سوره زیبای فجر، شما دوستان عزیزم را به خدای یکتا می‌سپارم. خدایا رو نگهدار. خداحافظ.